روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 21 نوامبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی که شما را در جریان مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان می‌گذارد. توجه کنید به چند موضوع برنامه. اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است که به حقوق مردم احترام گذارد و مسئولان سرکوب خشونتبار در بدخشان را جزا دهد. چرا در تاجیکستان زناشویی و خونریزی بین نورسان اوج گرفته است؟ اینستاگرام گناهکار است یا تربیت نادرست در خانه و مکتب؟ زیرا تای تنگیم در یک ماشین کهنه بود، همونجا به کورچه زدگی همونجا پرتفتگی هم. ترکش های خطرناک در زمان آسایشته. ساکنان تکاب در ناحیه ورزاب میگویند کارخانه کوهکنی روزشان را سیاه کرده است. زده خانه را کلیت ابتر کرد، دختر ترسید. یک در بالسه بردن مرده گوده. نمایندگان تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز 19 نوامبر در یک نشست در شهر بروسل درباره همکاری‌های دو طرف صحبت کردند. هیئت تاجیکستان را در نشست سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی رهبری نمود. اتحادیه اروپا از جمله از حکومت تاجیکستان خواست بر طبق عهدهای بین المللی‌اش رعایت حقوق مردم را فراموش نکند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. نمایندگان اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوق بنیادی مردم را مراعات کنند و به ضد تمام نوع تبعیض در کشور مبارزه برند. درخواست آنها در نشست 11 شورای همکاری‌های اتحاد اروپا و تاجیکستان صدا داده است. نشست روز 19 نوامبر در شهر بروسل برگزار شد. اتحاد اروپا در این نشست از فشار حکومت تاجیکستان به حامیان حقوق و خبرنگاران و فضای محدود برای فعالیت جامعه مدنی اظهار نگرانی کرده است. در عین زمان از نمایندگان حکومت خواسته شده است آنهایی را به جوابگری بکشند که سال 2022 بر ضد تظاهرگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان از نیروی بیش از حد استفاده کردند. در این تظاهرات آلوده به خشونت نه کمتر از 20 نفر کشته شده، سپس ده‌ها فعال مدنی از جمله حامیان حقوق و خبرنگاران به زندان محکوم گشتند. حکم‌هایی که خودشان و نزدیکانشان نپذیرفته بی اساس دانستند. از آن سال تا کنون خبرنگاران و بلاگران عبدالله غربتی، ذوقی‌بک سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، دلیر امامعلی و الفتخانی محمدشاه و پس پنجره هستند. در بیانیه اتحاد اروپا که روز 20 نوامبر نشر شد آمده است ولایت قانون، دموکراسی سازی، رعایت حقوق انسان عنصرهای مهمترین برای یک فضای سرمایه‌گذاری با اعتماد است. حامیان حقوق سالهای اخیر این اتحاد را تنقید می‌کنند که وضع رعایت حقوق انسان و سرکوب دیگر اندیشان را در تاجیکستان نادیده می‌گیرد. در دوشنبه تحقیق مرگ یک نورسه ادامه دارد که هنگام زناشویی و کارتکشی گروهی به هلاکت رسید. فاجعه روز 9 نوامبر رخ داد و یکی از نورسان متهم به جنایت در بازداشت است. سالهای اخیر دشنام نورسان به همدیگر در شبکه‌های اجتماعی و سپس به خونریزی کشیدن اختلاف‌های آنها زیادتر می شود. جزئیات حادثه اخیر را زرانگیز نورشاه و امیر ایسایف بازگو می‌کنند. این یکی از آخرین عکس‌های علی رجبوف، نورس 16 ساله تاجیک است که در زناشویی گروهی در دوشنبه با ضرب کارد کشته شد. مناقشه روز 9 نوامبر با زخمی شدن یک نورس دیگر و بازداشت 15 نفر پایان یافت. نزدیکان علی که اکنون در ماتم نشستند میگویند شام آن روز وی با دعوت یک دوستش به بیرون برآمد و بعد چند لحظه مادر جسدی در خون آغشته‌اش را از کوچه پیدا کرد. ساعتهای 5:18 بود تا بازی کرد برآمد. مادرش که من پایان بشتگی بودیم همه آچش ایروش دو تا موچه کرد برآمد. اوج 7:49 با خبر آمد که بچه‌تون همجا هوشش رفتگی. زیرا تای تنگیم در یک ماشین کهنه بود، همجا به اوج کورچه زدگی همجا پرتفتگی هم. علی پس از دو دختر یگانه پسری عائله بوده در صنف دهم مکتب 78 تحصیل می‌کرده است. با ادعای نزدیکان وی بچه جنجالی نبود و بعد درس به مادرش در فروش قهوه در بازار کاروانیاری می‌رساند. اکنون را جوروش استفاده بردن که ای بزبالگیش خیلی اینترنت با پخش شده است که بچه خولیگان بودی. خیلی نبود، بچه سوده بود، بوز بالا بود و سوده فعل بود. با اطلاع ریاست کارهای داخلی مناقشه از بحث لفظی در اینترنت سر زده و دعوت جنگ تن به تن کشانده است. برای این نورسان در جای جمع شوند که دوربین نظارتی ندارد.
یکی از نورسان را که با کورد زخمی شد از همین جا به بیمارخانه استقلال بردند. او را جراحی کردند. میگوید قبل از مناقشه مشورت شده بود که به کورد روبرو میشوند، اما به نقلش کردی اول به او زده شد. نفری گمانبر در کشتار و زخمی کردن همسالان خود خواننده صنفی 10 مکتب 76 بوده، حالا در بازداشت است. آموزگارانش به آزادی گفتند وی اعلیخوان نبود، اما رفتاری بد هم نداشت. بعد از این حادثه پلیس گروهی کاری تشکیل کرده همه روزه در مکتب‌های شهر با خوانندگان و والدان صحبت برپا می‌کند. افزایش مناقشه و کردکشی نورسان مخصوصا ماه‌های اخیر جامعه و مقامات را نگران کرده است. در یک ماه اخیر این دومین چنین حالت است. تحلیلگران به جهل و جنگجو شدن نابالغان را به چند عامل بستگی می‌دهند. هست چیزایی که در اوله روی می‌دهند، این چیزایی رو برای نشوندن فرزند خود، دستگیری نکردن، نبودن مهر و محبت و همین غضب وقتی که جمع می‌شود و این غضب باید چکار کند برآید روی برون. البته غضب رو نسبت پدر و مادر نگرانیده نمیتواند فرزند و چکار میکند و غضبش رو بسیارتر به همسالان روانه میکند. برایمون جنگ و جنجال از حساب همین چیزم شدنش ممکن. برخی از مصاحبان ما این همه را به وضع اجتماعی خانواده ها وابسته میدانند. جاهایی که جوانان وقت خود رو میگذراندن با آموزش با ورزش مشغول میشدن، متاسفانه این همه حالا پولکی است و جوانان یا خانواده‌ای که درآمد نهایت کم دارد نمیتواند که کودکش رو به شغل علاوگی بعد از مکتب گذارد و جوانان در کوچه میمانند و از تربیت دور میشوند. جنجال بین نورسان و کردزنی آنها در مجموع سالهاست ادامه دارد. برای پیشگیری از این حادثه ها در این چند سال اخیر در مکتب ها محافظ گذاشتند. رفتن نورسان به مرکز بازی های کامپیوتری منع شد. صدها پدر و مادر را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند مجازات کردند و همچنین مقامات عملیاتی کرد را راه اندازی کرد. اما ظاهرا این همه چندان باثمر نبود و مشکل همان داغ باقی میماند. روانشناس تویم است و میگوید برای مبارزه با این مشکل مجازات کردند و همچنین مقامات عملیاتی کرد را راه اندازی کرد. اما ظاهرا این همه چندان باثمر نبود و مشکل همان داغ باقی میماند. یک گروه ساکنان دهه تکاب ناحیه ورزاب شکایت دارند که مدتی دراز است زیر صدای ترکش‌ها و ریختن سنگ‌پاره‌ها در بام خانه‌هایشان زندگی می‌کنند. کوهکنی و استخراج سنگ را یک شرکت خصوصی انجام می‌دهد و مراجعت ساکنان برای به خطر انجام دادن کارها تاکنون نتیجه نداده است. علیشیر ظریفی و برات یوسفی به دهه تکاب رفتند. این صدای ترکش در کانی همشفت دهه تکاب ناحیه ورزاب است. این ترکش ها را شرکت 39 پارالل انجام می‌دهد که با کندن و جمع‌آوری سنگ مشغول است. از ترکش ها بعضن سنگپاره ها بر روی خانه های تکاب بالا فرو ریخته آسیب می‌آورند و به جان آدمان نیز تهدید می‌کنند. خشتمانی پیر دارم. من جد بچه‌ام تلفن بازی خیلی تماشا داشتم. کودکم در اونجا گفتم پیشم بیارم با همین خداونده دلم گفتم که بیارم با همین خیمه دم درون خونه در اومدن. تا من خواستم که خونه چنگ رفتم در بالا هم پیچکه زدم. خشتمانم خسته هیچ جا نمیبینه ای چنگ خونه را. ساکنان دهه تکاب میگویند سالهاست که زیر چنین خطر با هراس زندگی دارند. با وجود مراجعت‌هایشان به نهادهای گوناگون دولتی کسی به مشکل آنها رسیدگی نمی‌کند. وقتی که ترکش میشه این همو کوه میکفونن، این همی کوه نزدیک خانه من، این اینجا خانه من 3 تا کودک مایده دارم. در حالتی که همو کوه ترکش میشه هم کودکای من به توا چیره زده گیره میکنن. من چیکار کردن من نمیدونم. باید بیزار شده من همین کوه کفانیشون و همین علامانیشون. ما میگویم که آخر برادر این کی باشه که این قطر به غیرت، این قطر مثال وقت مثال دولت، این مثال گیریم که مثال قانون داره، قاعده داره. این همه خیر بسیار برای خانوار از را بیرون کرد. من همه بری بالا سنگ میگذاره که چی کرد هی الان همه رفته زده خانه را کلیت و ابتر کرد. دختر ترسید یک در بالسه بردن مرده گودک به حرمت اینا زنک بشه بیرون کرد. چون این وضع به قول ساکنان نه تنها به وضع روحی و روانی بلکه به وضع اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
من همونجا آغل داشتم، آغلای 15 متر امن، 15 متر این دو قاینی، 30 متر آغل خس به گفت گذار گرفت چپه کرد. اول معامله نگ داشت، گفت که خیلی میبرم هی اون طرف شما آغل میکنم با آغلاتون میکنم. خیلی در اونجا زواد ساخت و ما هم رو بیرون کرد. با اون از بسونی بچه‌ام گفت که چواتون گرفتم باغتون حوار میکنم. باغ ما 6 متر از پرزیدنتی داره. پرزیدنت هم گوش نمیکنه، نمیدونم چی کار کنه. تا لحظه آماده شدن این گزارش کسی از نمایندگان شرکت 39 پارالل حاضر نشد در روبروی دوربین صحبت کنند. تنها یک نماینده این شرکت در صحبت تلفنی گفت با 40-50 خوجگی تاکوب که با کن نزدیکند در نوعیه شهر نو زمین جدا کردند و همزمان اظهار آمادگی کردند که با ارزش منزل‌هایشان به این ساکنان پول می‌دهند. ولی برعکس این ساکنان ادعا دارند که جانب شرکت نمی‌خواهد با آنها گفتگو کند. در حکومت نوعیه ورزاب نیز موضوع را شرح ندادند. نقض قاعده‌های بخطری از سوی شرکت و کارخانه‌ها و پیامدهای ناگوار آن در گذشته بارها صدا داده است. نمایندگان خدمات نظارت بخطری در ساحه صنعت به مسئولیت شرکت و مهندسان به پروایی جبردیدگان رعایت نگردیدن قاعده‌های بخطری و نداشتن متخصصان ساحه را از سبب‌های اساسی رخ دادن حادثه‌های مرگبار عنوان می‌کنند. و در شهر وحدت 7 خانواده در حالت بحث و دعوا با مقامات پلیس و دادستانی هستند. ساکنان کوچه نوروز را میخواهند بکوچانند تا در جای آن خانه نو بنیاد شود، ولی ساکنان میگویند از آغاز شرکت ساختمانی مطابق با وعده‌اش عمل نمیکند. میرزا نبی خالقزاد گزارش میدهد. نمیمونم کندن دروازه نگاه کنم کودکای مرا ترسوندن. برو ساید دهنی دروازه برو بگیره. صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروزی شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محودین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. ما 5 کودک دارم، دامگیر بگو پیش ما بیاید. ما قطعی کودکام گیجا میرم بای خانه چپه میکدد. چون میگیستم من صاحب خانه ایم، چون میگیستم به خانه من گیجا میرم خانی من را چپه میکنه. من را میگرفتیا در گیجا من را میگرفتیا نسو شیدم میروورده کنی خانی من که من برم. من قانون دولت قطعی سیانکه میکنم. من نماینده قانون تلفن تا من ربطه. من سیانکه میکنم به ایجاد. اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان، طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور بازنموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محودین سروش خالی کنند. اکا همین حدانالا تو ما خونه ما اکا چه تو نمیخوادی کورمان دیگه خونه ما اکا من خونه نداده گیجا میرم 5 نفر بودقتی این ایش خونه ما بودقتی گیجا میرم خونه ما میگرن این ما گیجا میرم بگو. ساکنان این حوله ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازیگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ‌های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل‌ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل‌ها آمده با آنها وعده داده است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه‌های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت. امیدواریم بعد از نشر این گزارش مقامات دخلدار واکنش خواهند کرد و به رادیوی آزادی موقع خود را بیان خواهند کرد. شما می توانید در هر حالت به رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org این است سامانه ما و تمام سراغه های ما را از آنجا دریافت خواهید کرد. در اینجا نشر برنامه اخبار آزادی در امروز به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید و برای خبرهای بیشتر سر بزنید به همان سامانه azadi.org. خداحافظ.